سلام علیکم. سلام من پسر آقای جعفری هستم. بله بفهم. هست که داداشتون یک کفش برای من گذاشته بوده کنار. بله من در جای نیستم، مگه بهشون زنگ بزنم. چه تماس بگیریم؟ بله بله چشم. الو سلام مسعود آقا خوبی؟ سلام خوبی؟ قربان سلامت بشه. آقای بنده خدا اومده از طرف آقای جعفری اومده، کفشای کجا گذاشتی براشون؟ بله درو کفشه. آها بنا به یک کفش چرا اون دیر گذاشتم. خب همون رو لنگه به لنگه عمل همون رو پاچش بره. پای گذاشتی؟ قیمت هم دادی نمیفهمه. باشه بعد تو پاچش کنم گل خره. باشه باشه خداحافظ. مرد حسابی من 40 سال مشتری شما هم چی از اون برخورد، یعنی شما همه اونایی که کردید تو کردید تو پاچه ما قشنگ ما رو فکر کنم دیگه. آره قشنگی و قبلیات کمتر ببخش من دیگه نمیام اینجا. من از شما توقع داشتم. ببخش. دل شده یک کاسه خون به لبم داغ جنون